انسان باید امیدوار باشه به رحمت رب العالمین. نگو من خیلی گناه کردم، نجس شدم، آلوده شدم. 2 نفر حق ندارن این حرفو بزنن. یکی خودت حق نداری به خودت بگی من دیگه نجس شدم، پلید شدم، خدا منو نمیبخشه. حرام کسی بندی از بندگان خدا به خودش این حرفو بزنه، حرام، ممنوعه. نفر دومم کسی حق نداره به کسی بگه من حق ندارم به تو بگم. اگر یک مستک سکرانی تو کوچی دیدم که عربده داره میکشه، حق ندارم ای نجس پلید پست، خدا تو رو نمیبخشه. هر لحظه احتمال داره اون فردا توبه بکنه، من برم جای اون بیاد جای من. این جرأت رو به خودتون ندید که به کسی با 4 رکعت نمازت بگی خدا فلانی رو نمیبخشه، حتی که همیشه سکرانه. اگه دوستش دارید تلاش بکن که اونو نجات بدید، ولی قضاوت حق تو نیست، اونو نمیبخشه. تو چی کاره هستی تو رحمت خدا؟ اینقدر شرابخوارا و عیاشا و هنرپیشه ها و خواننده هایی که یک عمر عیاشی کردن آمدن شخصیت های بزرگی و دعوتگران و مصلحان بزرگی شدن. خیلی از اون مغرور نماها به عبادت های که داشتن مغرور شدن، با عبادتشون درباره بندگان خدا قضاوت کردن، رفتن جای اونا، منحرف شدن. کی میدونه فردا چی میشه؟ اونی که داره عبادت میکنه باید گریه بکنه خدای قبول بکن، منو ثابت قدم بکن. علما میگن تواضع و گریه و زاری با گناه خیلی بهتر از تکبر و خودخواهی با عبادته.